سلام دوستان عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم سلامتی که هستین، جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد راگ و شناخت راگ است. راگ یعنی چی؟ راگ یک نوع ملودی تعیین شده است، یک نوع ملودی است که یک احساس و یا چندین احساس بیان میکنه. البته برای تشریح از این ما باید که کمی تئوری از ویدیوهای گذشته دوباره تکرار کنم. اما طوری که ما میفهمیم موسیقی 7 سر داره، 7 نوت داره و از این 7 سر بعضی سرایش هستن که به دو قسمت تقسیم شدن و بعضی سرایش هستن که ثابت هستن. مثلا سا و په سرای ثابت است و دیگه سرا به دو قسمت تقسیم شدن که در مجموع 12 تا سر شده. از اینمی 12 تا سر آمدن موسیقیدانای، البته راگ مربوط هند است، موسیقیدانای هند یک جا شدن و اینا راگا را تشکیل دادن، یعنی گرفتن نوتا را پلوی یک دیگه قرار دادن، انتخاب کردن از این 7 تا از این 12 تا به سر و راگا را نوتا را قسم پلوی یک دیگه قرار دادن نظر به قانون و او که برش قانون گذاشتن که هر نوت چی وظیفه‌اش است او که به اساس از این که نمو احساس میخواستم به او راگ بدن، از به اساس زمو نوتا رو انتخاب کردن و اونا رو پالوی یک دیگه قرار دادن و ازش یک راگ جور کردن. یعنی راگ چی است؟ راگ یک ملودی است، یک ملودی است که یک احساس و یا چندین احساس بیان میکنه. البته راگ خلاصه در این نمیشه که ما بگوییم که راگ از کدام تات تشکیل شده و از کدام تات گرفته شده و آروش چی است و افروش چی است. البته امی فرق بین راگ و اسکیل است. در موسیقی اروپایی که اسکیل میگن و فرق بین راگ و اسکیل امی است که در راگ تنها نوت مد نظر گرفته نمیشه که یعنی چند تا نوت داره و آروش چیست افروش چیست، باید احساسش و قوانینش باید مراعات شود. اما در اسکیل نوت ها میتونن که هر نوت همراه هر نوت میکس شود، یک ملودی رو تشکیل داده شد، یک ملودی رو تشکیل بده. اما در راگ اتر نیست. راگ قانون داره که کدام نوت ها در پلوی یک دیگه قرار بگیرن و چی رقم اینا خوانده شون و اصلا کدام نوت بسیار زیاد استفاده شود، کدام نوت کمتر استفاده شود، در کدام نوت ما زیادتر گمک بتیم، افکت بتیم، اینا همش تعیین شدگی است و در اسکیل این چیز تعیین نشده. مثلا ما در هفته گذشته راگ بوپالی رو سرش صحبت کردیم که این در موسیقی اروپایی پنتاتونیک اسکیل است، اما فرقش این است که فقط اینجا نوتاش عین نوت هستند، یعنی 5 تا نوت پنتا 5 مانامیتا، تونیک یعنی 5 تا نوت و اما فرقشون در این است که راگ اصلا قوانینی داره که در اسکیل او قوانین نیستن. همین فرق راگ و اسکیل است. اگر ما تنها در قسمت امی نوت ها فوکس کنیم و فکر کنیم که فقط راگ امی است که بفهمیم از کدام نوتا تشکیل شده، پس ما بسیاری از راگ ها رو نمیتونیم که فرق کنیم. مثلا راگ مروه و سونی عین نوت ها را دارن، یعنی جاتیشان عین چیز است، عین نوت ها را دارن، اما اگر دو آهنگ در این دو راگ مختلف ساخته شده باشه و ما او را بشنویم، کاملا یک هوا و مزه دیگه داره، یک رنگ دیگه داره که ما از امی به می حساب ما میفهمیم که راگ ما باید نه تنها که نوت‌هایش مد نظر بگیریم، آرو افروش، باید تمام قوانین راگ ما متوجه بشیم تا که راگ ما بفهمیم چی است.
دوستای عزیز، همونطور که گفتیم راگ ها احساس، هر کدوم از راگ یک احساس متفاوت بیان میکنه و اگر ما یک راگ درست به اون شکلی که ساخته شده او رو بخوانیم بدون از اینکه ما در او شعر و یا کلمه ها را اضافه کنیم، خود راگ اگر بخوانیم با اون نوتیشن موسیقی، راگ بر ما احساس خود میته. یعنی ما میفهمیم که چی احساس بر ما او میخواد که بده و این راگ تقریبا میفهمیم که یعنی چه رقم شعر باید این انتخاب شود. و راگ ها اوقات مختلف دارن چون نظر به مو احساسشان اوقاتشان مختلف است و همچنان راگ ها همچنان تال و تمپوی بخصوص دارن. مثلا راگ بوپولی که ما هفته گذشته دیدیم، این تمپوی راگ بوپولی تمپوی تیز نیست، هیچ وقت نمی باشه. تمپویش یا سولوس و یا مدل، یعنی مابین است. از این خاطر این موضوع را ما باید وقتی که راگ میخوانیم حتما ما باید که متوجه شیم. دوستای عزیز، همونطوری که ما میفهمیم هندوستان یک مملکتی است که از طبابت هم بسیار پیش است، اما در هندوستان شفاخانه ها امرای موسیقیدان ها کار میکنن. یعنی قسمتی از شفاخانه ها برای کسای بخشی جور شده که امرای موسیقی مردم ما را تداوی میکنن. یعنی نه تنها که تداوی روحی در اونجا امرای موسیقی صورت میگیره، بلکه تداوی جسمی همچنان صورت میگیره. مثلا راگ آیر بهراو، راگ توری و راگ بوپالی برای فشار خون بالا و برای سردردی های شدید تجویز میشن در شفاخانه های مخصوص هندوستان. حتی در اروپا هم موسیقی برای تداوی استفاده میکنن و مثلا راگای مثل راگ سهانا، راگ پونا گاورلی و راگ بوپالی و بعض راگای دیگه که من روز نمیشناسم، من بسیار راگای کم میشناسم، اینا برای آرامش ذهن و کنترل خشم انسان استفاده میشه و همچنان مثلا راگ درباری برای کم کردن استرس استفاده میشه. یعنی متاسفانه در افغانستان ما موسیقی به شکل درستش نه تعریف شده، نه استفاده شده و نه برای مردم همونطور نشان داده شده و به می خاطر است که مردم ما از نعمت موسیقی اصیل که میتونه حتی تداوی روحی و جسمیشان امراض صورت بگیره، اینا متاسفانه که محروم هستن و اینا خبر ندارن و از اون یک تداوی بسیار آسان که در خدمت هر کسی از او استفاده نمیکنن و برای مریضی های مثل از این که ما پیش یاد کردم، فشار خون بالا و سردردی های شدید، اینا حتی به بیرون از افغانستان مراجعه میکنن، به شفاخانه های بیرون از افغانستان که حتی بعضی اوقات از اونجا که میان هنوز بدتر هم میشن. یعنی ما امیدوار هستم واقعا که یک وقت شود که در افغانستان مردم قدر چیزایی را بفهمه که در پیش خودشان دارن اما از او استفاده نمیکنن. که من امیدوارم در این قسمت بسیار کم است در این رژیمی که فعلا آمده و مردم اصلا اجازه شنیدن موسیقی را ندارن و امیدوار هستم که یک وقتی شود که مردم خودش قدر موسیقی اصیل بفهمن. متاسفانه در افغانستان موسیقی اصیل تقریبا داره دیگه از بین رفته، در حالی که این میتونه که یک بخش اعظمی از مشکلات جسمی و روحی مردم ما را مداوا باشه. البته دوستای عزیز، به خاطر از اینکه ما بفهمیم راگ چی است، 3 موضوع بسیار اساسی و مهم است که ما باید این را همچنان مد نظر داشته باشیم تا که ما بفهمیم که راگ یعنی چی. پس میریم دوستای عزیز یک جای این 3 تا موضوع بسیار مهمه بررسی میکنیم. خب موضوع اول بسیار مهمه که ما باید در مورد راگ بفهمیم. اول ما باید بفهمیم که راگ یک مجموعه از نوت هست که
آرو افرو داره، یعنی ascending و descending داره، یعنی چه قسم ما بالا میریم. اگر از طرف پایین به طرف بالا بریم نوتار، مثلا یک کمپوزیشن اگه جور میکنیم، وقتی نوتار از طرف پایین به بالا استفاده میکنیم چی رقم باید استفاده بکنیم، چی رقم از آروی از راگ. و همونطور descendingش یعنی که صعودیش، یعنی نزولی و صعودیش، یعنی از طرف چپ به طرف راست میری، از طرف راست به چپ میری. ما بفهمیم باید است که هر راگ آرو و افرو داره. و همچنان راگ در آرو و افروش مینیموم 5 تا نوت باید وجود داشته باشه، یعنی 5 تا نوت در آرو، 5 تا نوت هم در افرو. اگر کمتر از 5 تا نوت وجود داشت او دیگه راگ نیسته. و همچنان زیادتر از 9 تا نوت اگر در آرو و یا افرو یک راگ می باشه همچنان در راگ حساب نمیشه. مثلا راگ چاندرا نامدان که در افروش 9 تا سر داره، یعنی سر گ و سر نی، دو سرای گ و دو سرای سر نی استفاده شده. مجموعه نوتایی که یک راگ از او جور شده به نام جاتیات میشه. همونطوری که ما بوپالی رو گفتیم، راگ بوپالی که آروش همچنان 5 تا نوت است و افروش همچنان 5 تا نوت است. همین عدف برای 5 استفاده میشه، یعنی عدف یعنی هم آروش 5 تا نوت داره و هم افروش 5 تا نوت داره، مثل راگ بوپالی. و راگ دیگه مثل راگ ماروه که هم در آروش 6 تا داره نوت و هم در افروش 6 تا نوت داره که ای به نام شدف جاتیش یعنی شدف است، یعنی جاتی از این نام شدف است. و راگای مثل یمن که آروش هم 7 است و افروش هم 7 نوت است، اینا جاتیش هم به نام سمپون یاد میشه. و بعضی از راگ ها هستن که در آروشان مثلا 5 تا است و افروشان 6 تا نوت است، مثل راگ سرمالار جاتیش عدف شدف است. و همونطور بعضی راگ ها است که آروشان 5 تا و افروشان 7 تا نوت داره که اینا با جاتیشان عدف سمپورن است، یعنی که جاتی میتونه که با قسم های مختلف نام داشته باشه. و نام های از این ما چرا میگیریم؟ بخاطر از این که مهم است، این موضوعات بسیار بیسیک است که اگر ما بخوایم که موسیقی یاد بگیریم. و اکثرا افغانا موسیقی ایندی و افغانی چون بسیار نزدیک هستن، تقریبا یک موسیقی هستن. و چون اکثرا پیش ایندی ها ما میریم که یاد میگیریم، از او خاطر خوبتر است که ما این چیزها رو بفهمیم تا که وقتی که کسی یک چیز گپ میزنه یا سر یک موضوع موسیقی گپ میزنه ما بفهمیم در مورد چی صحبت میکنن. و البته وقتی که ما کمپوز جور میکنیم در موسیقی کلاسیک، البته قانون راگ این است که ما فقط از نوت‌های استفاده میکنیم که داخل راگ هستن. البته این در موسیقی کلاسیک موسیقی پاپ و غزلای لایت این ست نمیکنه. البته قانون راگ این است که وقتی که یک کمپوز جور میشه در یک راگ باید تنها نوت های استفاده شود که در اون راگ وجود دارن. وقتی که از نوت های استفاده شود که در راگ وجود ندارن او دیگه از قانون راگ میبره و این اجازه نیست. اما این قانون برای کسایی است که در موسیقی کلاسیک آهنگ میخونن، غزلای کلاسیک میخونن. در موسیقی پاپ این قانون دیگه مراعات نمیشه. مثلا در فیلم های هندی بالیوود قانون ها را اکثرا اینا مراعات نمیکنن. و آمدین سر موضوع دوم. موضوع دومی که ما در قسمت راگ باید از بفهمیم این است که هر راگ یک چلن علاوه داره. چلن چی است؟ چلن قوانین راگ است که یعنی راگ چی رقم کدام نوت استفاده شود، پالوی یک دیگه چی رقم ادا شوند، وظیفه هر نوت چی است، چی رقم باید خوانده شوند، چی رقم باید خوانده نشوند و غیره. که امی چلن یک راگ است که بر راگ
هویت میده. یعنی اگر ما قوانین یک راگ مراعات نکنیم به حساب ما او راگ نمیخوانیم. قانون رعایت کردن چلن یک راگ امی نشان میده که ما در او راگ مصروف هستیم یا راگ ما تمرین میکنیم. و مثلا راگ یمن، مثلا ما حال یک توتی از راگ یمن میخوانم. دوستای عزیز، اینمی در راگ یمن کامبینیشن 3 تا نوت نی ری گا، اینمی اصلا آیدنتیتی راگ فرم میده، یعنی که راگ شکل میده. نی ری گا امی 3 تا نوتی که پالوی یک دیگه قرار میگیره، امی از امی ما میشناسیم که ای راگ یمن است. و همچنان از اینجا که ما آمدم یعنی از پا به ری که ما میاییم به شکل امطور لغزیده میاییم، یعنی ما تر نمیگیم با ری نی با ری، یعنی این یکی از مشخصه یا ویژگی بسیار خاص راگ یمن است که در چلنش بسیار واضح یعنی بسیار واضح گفته شده. قانونش است که ما وقتی از پا بر ری میاییم چی رقم ها باید بیاییم، و یعنی اینمی رقم مشخص هایی هستند که بسیار زیاد در چلن واضح هستند و اینمی مشخص ها یک راگ از راگ دیگه جدا می سازه. یعنی برای راگ هویت میده که ما باید از این چیزها رو بسیار زیاد متوجه باشیم. مثلا در راگ یمن قسمی هست که وقتی که ما آروم میریم از پشت، وقتی که ما پا میگیم از پشت پا با دفعتاً ده نمیریم، یعنی این قانونش هم مترسته و اینمی راگ جدا میکنه از دیگه راگ ها. از او خاطر ما چلن راگ باید ما بسیار زیاد متوجه باشیم و در او دقت بتیم. بسیار وقت زیاد کار است، بسیار زیاد ما باید زحمت بکشیم که تا ما بتونیم چلن یک راگ ما درست یاد بگیریم. سر نقطه سیوم، نقطه بسیار مهم دیگه. دوستای عزیز، آل ما یک توتی از یک چلن میخونم نوتاره، یعنی پالو یک دیگه قرار میتم نظر به قانون راگ یمن. من نوتاره پالو یک دیگهش قرار میتم و او را میخونم. یک ببینیم که چی رقم در گوش میه. دوستای عزیز، ما امی نوتار قسمی که قانون راگ بود ماندم، اما قسم پالو یک دیگه و خواندمش، اما اصلا رنگ راگ یمن نداشت. یعنی یک کسی که راگ یمن میشناسه ایده که بشنوه میگن این در راگ یمن نیست.
و اینجاست که ما نقطه دیگر رو متوجه میشیم که پس چی هست؟ چرا تر است؟ ما خو تا حال هر چیزی که راگ یمن گفته بودم اون کار کردیم. چرا مگر یعنی نیریسه که آیدنتیتی راگ نشان میداد دیگه بود؟ از پشت پا مثلا ری آمده بود و ما دفتن گرفتیم، از پشت پا ری را گرفتیم، پس چرا رنگ هوای راگ یمن نداشت؟ در اینجا میشه که ما نقطه سوم بسیار مهمه درک میکنیم که امی کانسور یا تاش نوت است یا گریس نوت میگن. یعنی ما وقتی که میخوانیم هر راگ از خود کانسور داره. کانسور چی است؟ کانسور نوت هایی هستند که اون نوت ها تلفظ نمیشن درست، اما ما با دو وقتی که آلاب میکنیم یا نوت ها را میخوانیم یا راگ یمن میخوانیم، دو نوت ها فقط یک دکه میتیم خدا، فقط بسیار ذره خود دکه میتیم و اینمیست که برای مقبولی راگ اصلا تاچ نوت یا کانسور است که مقبولی رو در راگ برش میته و این بسیار زیاد مهم است. ما آل فهمیدیم که اصلا بدون کانسور یا گریس نوت اصلا یک راگ تکمیل نمیشه. ما باید 3 موضوع را متوجه باشیم که یک راگ از او تشکیل شده بتونه. یعنی اگر ما یکی از این نقطه ها را همچنان ما در نظر نگیریم، پس راگ تشکیل نمیشه، یعنی راگ شکل نمیگیره، مکمل نمیشه. و فرض مثال ما وقتی که میخوانم که این قسم مثلا میخوانم نی ره گا نی ره گا، مثلا میگم که نی گره گا ره گا نی ره گا، یعنی نی گره نی گره گا، یعنی اول میم یک گره یک دکه میتم. دینمیسته که افکت تشکیل میشه، مرکی و گامک افکت دینمی قسمت ها هست که مهم است. یا مثلا در قسمت دیگه که ما نمیگیم باره، میگیم باره. در حقیقت ما بین پا و ری ما و گک از وارم یک تاچ میکنیم که اینجا سر ما و سر گای ما کانسور هستن که اونا رو یک دکه میتیم و از پالوشون تیر میشیم. ما نمیخوانیم که باره، اگر اونا رو ما دکه نتیم این رقم میشه باره، در حالی که ما تو میخوانیم باره. که این بسیار زیاد مهم از دوستای عزیز. یعنی ما فهمیدیم که اگر ما یک راگ درست بخوانیم 3 موضوع بسیار زیاد مهم است که این موضوع را اگر ما در نظر نگیریم راگ ما یعنی تکمیل نمیشه، کامپلیت نمیشه. و هر کدام از این عرصه از این موضوعات یعنی برابر هستند در قسمت ازی که ما متوجهشان باشیم. یعنی کلش ما باید از مراعات بکنیم تا که ما بتونیم که یک راگ به شکل درستش بخوانیم. دوستای عزیز، همونطور که ما بر شما گفتیم، ما هیچ وقت آقای عزیز نکردیم که ما استاد موسیقی هستم. من مثل خود شما یک شاگرد هستم که چیزایی که فقط یاد گرفتیم ما میتونم که اون رو امروز شما شیر کنم و ما میتونیم از یک دیگه خود چیزایی نو یاد بگیریم. البته دوستای عزیز، بعضی از دوستا که سوال میکنن که این آهنگ مثلا در کدام راگ است، مشکل است بسیار زیاد که آدم تو یک سوال جواب بده. اولی که آهنگ مثلا آدم داشته باشه او رو بشنوه که چه قسم خوانده، و دومی که باید تمام راگ‌ها را آدم باید بفهمه،
و این کار من نیست، این کار از استادای بسیار بزرگ موسیقی است که اونا اگر بتونن که این رقم سوالا را جواب بگن و مخصوصا در موسیقی ما افغانا که اصلا بسیار کم از کسی که راگ مد نظر گرفته اصلا از قانون راگ برآمدن و یعنی اضافه تر از 5000 راگ است و تمام راگا را باید آدم بفهمه و چلنشان قوانینشان همه که باز بتونه اینطور یک سوالا را جواب بده که من استاد موسیقی نیستم دوستان عزیز. من فقط امو یادداشتی خودم که یاد گرفتیم امروز شما تقسیم میکنم و امیدوار هستم که به درد خورده باشم. دوستان عزیز این بود ویدیوی امروز. امیدوار هستم که یک ویدیوی آموزنده بوده باشه و شما دوستان عزیز اگر طرفدار همونطور یک ویدیو هستین و این ویدیو خوشتان آمده لطفاً کانال را سابسکرایب کنین، امرای دوستایتون شیر کنین تا که دیگران بتونن استفاده کنن و همچنان این کانال هم بتونه رشد کنه که من تشویق شوم و بر شما ویدیوهای خوبتر و بهتر تهیه بکنم. چون دوستان عزیز برای تهیه ویدیوها بسیار زیاد زمان کار است و شما میفهمین که ما در اروپا زندگی میکنیم و اینجا بسیار وقت کم داریم. ما کار میکنیم، مثلا درس میخوانیم، کار میکنیم و اگر ما بفهمیم که وقتی که ما مصرف میکنیم بجای استفاده میشه و کس از اون میتونه که یک استفاده خوب بکنه و درد بخور باشه، ما به حساب تشویق میشیم و زیادتر در اون وقت میگذاریم تا که دیگه ویدیوهای خوبتر و بهتر برای شما تهیه بکنیم. دوستان عزیز تا ویدیوی بعدی شما رو با خدا میسپاریم. امیدوار هستیم که همچنان هفته آینده شما دوستا و عزیزا را با خود داشته باشم. بای بای.